بار به صورت واضح سال 67 رو شرح بدید. ممنون. ببینید، در ارتباط با مسئله سال 67 من کلاً عرض بکنم نسل جدید، یعنی شماها آقایان و خانومها، در جریان قضیه نفاق و تروریست هایی که سال 60 به جان این مردم افتادند و مثل داعش که این گونه جنایت کرد در منطقه، در این کشور جنایت کردند، علالقاعده نیستید. چرا خوندید، شنیدید، ولی در همین تهران روزی 100 تا 120 ترور بود در همین تهران. یعنی کسی از خونش بیرون میرفت، خصوصا کسایی که نیروهای حزب اللهی، نیروهای انقلابی، کاسبایی که عکس امام رو زده بودن تو مغازشون، خانواده های محترم، تو بعضی از شهرها نه به این تعداد، ما در یک تعدادی کمتری ما ترور داشتیم. بسیار بیرحمانه با نیروهای حزب اللهی، با نیروهای انقلابی جریان نفاق 17,000 نفر رو این کشور ترور کردن. رئیس جمهور رو کشتن، نخست وزیر رو کشتن، رئیس دیوان عالی کشور رو کشتن، نمایندگان جریان ترور بسیاری از ائمه جمعه پیرمرد مخلص، در واقع در جایگاه امامت جمعه، مثل 4 شهید یا 5 شهید محراب، مرحوم قاضی طباطبایی هم بگیم 5 شهید محراب شهید کردن. یعنی نفاقی که اینقدر جنایت کرد علیه کشور. قهرمان مبارزه با نفاق در این کشور امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. همه کسانی که سربازی این نظام رو در برخورد با نفاق کردند امروز باید مورد تکریم قرار بگیرند که شما شر جریان نفاق رو از این کشور کوتاه کردید. امروز اگر حاج قاسم سلیمانی مورد تشویق قرار میگیره، برای چیه مردم اینقدر نسبت به او عشق دارن و به حقم هست، سردار سرفراز ما. شما اگر داعش رو به عنوان یک گروه مخالف حکومت سوریه بدونید، این که کار نیست، ولی اگر داعش رو به عنوان یک جریان دست ساخته اسرائیلیا با حمایت امریکایی‌ها با پول سعودی‌ها بدانید، میشه غده سرطانی منطقه که نه فقط منطقه، بشریت رو در مخاطره انداخته. و امروز آقای حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک قهرمان ملی است. در سال 67 که اشاره فرمودند، افرادی که پرونده اونها مورد رسیدگی قرار گرفته بود و دادگاه نسبت به اونها حکم صادر کرده بود و دادگاه عالی مثل دیوان عالی کشور حکم صادره دادگاه بدوی رو تأیید کرده بود، به خاطر اینکه این افراد در رده‌هایی نبودن که الان ضرورت داشته باشه اجرای حکم نسبت به اونها، اینها نگهداری شده بودن. مثال بزنم، مثال به پرونده های قاچاقچیان مواد مخدر همین الان تو زندانهای ما افرادی هستند قاچاقچیان مواد مخدر که تمام مراحل قضایی تا اجرای حکم گذشته شده ولی حکمشون اجرا نشده. چرا؟ به خاطر اینکه الان فکر کردن نسبتشون نسبت به اون افراد دیگه که داره حکمشون اجرا میشه، اینها از یک در واقع شدت اونطوری نداره، یک مراحل خفیفتری دارن، اما خب مشمول حکمن، تمام مراحلش انجام شده است. این نکته‌ای که هست، امام بزرگوار ما اون حکمی که صادر کردن مبنی بر این بود کسانی که محارب هستند و کسانی که هم این سیر در موردشون طی شده، یعنی اثبات این که اینها قطعاً با سازمان منافقین همکاری داشتند، همکاریشون هم در دادگاه صالح روشن شده، قطعی شده که این همکاری رو دارن، ولی به دلایلی اجرای حکمشون به تأخیر افتاده. هیئت‌هایی نشستن بررسی کردن که ببینن وضعیت این پرونده ها چطور هست، آیا این پرونده ها در شرایطی است که میتوان اجرای حکم نسبت بهشون صورت بگیره یا نه.
پس این نکته که گاهی بعضا پخش میشه برای اینکه افرادی بودن که اینها تقصیر نداشتن، نه، اینها هم اتهامشون در دادگاه ثابت شده بود، هم حکمشون در دادگاه، نه در دادگاه بدوی، در دادگاه عالی قطعی شده بود. در واقع این هیئت که مطرح شد در سال 67 مطرح بوده، اینها برای این بودن که وضعیت اینها رو بررسی کنن، یعنی کسانی که هم اتهامشون ثابت شده، یعنی جرمشون قطعی شده، هم حکمشون قطعی شده. متاسفانه در افکار عمومی اونچنان جلوه میدن که گویا افرادی بودن که یا گناهی نداشتن یا گناهی کمتری داشتن. نه، در دادگاه صالح به این قضیه حکمشون قطعا اونجا صادر شده بود، یعنی حکم قطعی داشته باشن که اینا محارب هستن. لذا این جهت رو حالا چون گفتن توضیح داده بشه این هستش. منتهای مراتب متاسفانه هم منافقین از اون طرف آغاز کردن، هم کسانی که با منافقین هم صدا شدن شروع کردن، از این طرف هم کسانی توضیح ندادن. من حتی به دفتر نشر آثار حضرت امام گفتم دفتر نشر آثار حضرت امام به عنوان این رأی و نظری که امام دادند از مبانی فقهی که امام فرمودن تبیین کنن برای مردم، مبانی فقهیش رو روشن کنن، عملکرد رو نه، اصلا به عملکرد کار نداشته باشن، مبانی فقهی که امام این حکم دادن برای مردم روشن کنن. ما معتقدیم برخوردی که امام بزرگوار ما در جریان نفاق انجام دادن، امنیت کشور رو برای همیشه از لوث وجود منافقین کشور رو امام پاک کردن و این از اقدامات و کارهای قابل تقدیری بود که امام کردند و باید نسلها و عصرها ممدودار امام بزرگوار ما باشند. منتهای مراتب عرض کردم برای اینکه بعضی معتقد بودن هدف وسیله رو توجیه میکنه، حرفایی در ذهن مردم ایجاد کردن که اون حرفها باعث شد که ذهنها برش مشتبه بشه که نشه یا افرادی بیگناه بودن یا کم گناه بودن. نه، افرادی رو در سال 68